یادم پاییز سال 90 از خواب پا شدم که برم مدرسه. رفتم پرده رو زدم کنار و دیدم یه برف عجیب غریبی اومده توی پاییز. بذار برگردیم عقب‌تر، مثلا دهه 40 شمسی. توی این دهه تهران سردترین زمستونا رو تجربه میکنه. سال 1343 انقدر برف میاد که مردم تهران به این سال میگن سال برفی و فقط توی آذر ماه 7 تا برف سنگین میاد. برفا جوری سنگین بودن که مردم واسه تردد توی کوچه خودشون تونل میکندن و دمای هوا هم توی دی و آذر ماه هر شب -0 درجه بوده. بعد چند سال بعدش تقریبا نرمال بودن تا سال 1345 که توی بهمن ماه یکی از شبا دمای -10 درجه رو ثبت میکنن. سال بعدش هم دقیقاً همینطور، تا اینکه سال 1347 از راه میرسه و تبدیل میشه به یکی از پربارشترین و سردترین سالا و توی یکی از شبا تهران دمای -15 درجه رو ثبت میکنه. همونطور که گفتم رکورددار بیشترین بارش هم بود و توی 90 روز زمستون 64 روزش برف و بارون میاد و 53 روزش هم دمای هوا -0 درجه ثبت میشه. حالا 57 سال میگذره و ما داریم یکی از گرمترین و خشکترین پاییزهای زندگیمون رو تجربه میکنیم. اوضاع انقدر خرابه که پارسال سال 2024 به عنوان گرمترین سال توی تاریخ ثبت میشه و اگه بخوایم با این محاسبات پیش بریم احتمالاً 50 سال دیگه باید توی اجاق زندگی کنیم. اما دقیقاً چه اتفاقی افتاده که توی این 50 سال انقدر همه چی عوض شده؟ تغییرات اقلیمی یا همون گرمایش زمین. از 100 سال پیش تا الان انسان‌ها با سوزوندن سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال‌سنگ مقدار دیوکسید کربن و متان توی جو رو به شدت زیاد کردن و این گازها مثل یه پتو عمل می‌کنن و باعث میشن که گرمای خورشید که وارد زمین میشه دیگه به فضا بر نگرده و نتیجهش اینه که زمین هر سال یه کمی گرمتر میشه. برای مقایسه میانگین دمای زمین از دوران پیشا صنعتی یعنی از 1850 تا حالا حدود 1.4 درجه سانتیگراد بیشتر شده که به ظاهر عدد کوچیکیه، ولی همین باعث شده که یخ‌های قطبی با سرعت ذوب بشن، امواج گرما شدیدتر و طولانی‌تر بشن و بارش‌ها یا خیلی زیاد بشن یا کلاً نیان. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که شاید بپرسید مگه درخت‌ها از دیوکسید کربن برای فتوسنتز استفاده نمی‌کنن؟ پس اگه کربن دی اکسید زیاد بشه درخت‌ها هم باید خوشحال‌تر بشن و زمین باید خنک‌تر بشه. اما واقعیت یکم پیچیده‌تره. درسته درخت‌ها کربن دی اکسید رو دوست دارن، ولی فقط تا یه حدی. درخت‌ها برای رشد به 3 تا چیز نیاز دارن: دی اکسید کربن، نور و آب. حالا ما با فعالیتامون فقط داریم یکی از اینا رو زیاد می‌کنیم، یعنی کربن دی اکسید رو، در حالی که دو تای دیگر رو داریم خراب می‌کنیم. توی شرایط نرمال اگه مقدار کربن دی اکسید بیشتر بشه به رشد درخت‌ها کمک می‌کنه که بهش میگن کربن دی اکسید فرتیلایزیشن افکت. ولی وقتی دما خیلی زیاد میشه یا بارش‌ها کم میشه درخت دیگه نمیتونه از اون کربن دی اکسید استفاده کنه، چون کمبود آب و گرما رشدش رو متوقف میکنن. گرما خودش باعث میشه که درخت‌ها خیلی ضعیف و شکننده بشن و وقتی که زمین گرمتر میشه فصل‌های خشک طولانی‌تر میشن و آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی زیادتر میشن. از طرفی هم آتش‌سوزی جنگلی هم شدیدتر و مکررتر میشن که نتیجهش اینه که به جای اینکه درخت کربن دی اکسید بیشتری جذب کنن خودشون شروع میکنن به آزاد کردن کربن دی اکسید، چون میسوزن یا میمیرن. یعنی سیستم به جای جذب کربن دی اکسید تبدیل میشه به منبع تولید کربن دی اکسید. درخت‌ها هم نمیتونن با سرعت انسان رقابت کنن، چون ما سالانه حدود 37 میلیون تن کربن دی اکسید تولید میکنیم، در حالی که جنگل‌های زمین و اقیانوس‌ها مجموعاً میتونن حدود نصفش رو جذب کنن. اون نیمه دیگه توی جو میمونه که باعث گرمایش میشه. حتی اگه کل زمین پر از درخت بود بازم سرعت تولید ما خیلی بیشتر از سرعت جذبشونه. مرگ چرخه طبیعی. درخت‌ها وقتی زیاد کربن دی اکسید دریافت میکنن تو کوتاه مدت سریعتر رشد میکنن، ولی چوبشون ضعیف‌تر میشه و عمرشون هم کوتاه‌تر میشه. پس در نتیجه بعد چند سال میمیرن و همون کربن دی اکسید رو دوباره پس میدن. یعنی رشد زیاد مساوی عمر کمتر مساوی تاثیر خنثی. پس افزایش کربن دی اکسید مثل زیاد دادن کود به گیاهه. اگه فقط کود بدی و دما و آب و خاک مناسب نباشن به مرور زمان گیاه میسوزه و میمیره. برگردیم به دلایل گرمایشمون. مشکل دوم پدیده‌ای به اسم النینو. هر چند سال یه بار اقیانوس آرام استوایی گرمتر از حالت معمول میشه که بهش میگن النینو. این پدیده باعث میشه جهان موقتا چند دهم درجه گرمتر بشه، چون گرمای زیادی از اقیانوس وارد جو میشه. تو سال 2024 تا اوایل 2025 ما دقیقاً تو یکی از قوی‌ترین النینوهای چند دهه اخیر بودیم و همین باعث شد رکوردهای دمایی پشت سر هم شکسته بشن و آخرین مورد هم اثر دومینوه. حالا وقتی این دو تا با هم جمع میشن، یعنی گرمایش جهانی به علاوه النینو، زمین وارد یه حالت سوپر گرم میشه
چیزی که باعث میشه دمای هوا تو جاهایی مثل اروپا، ایران، آمریکا، هند و آمریکای جنوبی بی سابقه بالا بره که نتیجهش هم وحشتناکه. افزایش آتش سوزی توی جنگل‌ها مثل کانادا، یونان، حتی شمال ایران، خشکسالی‌های طولانی، از بین رفتن تنوع زیستی، فشار شدید روی شبکه‌های برق و کشاورزی و حتی تغییر رفتار بارش‌ها، مثلا بارون‌های ناگهانی و سیلزا. حالا شاید بپرسی که دقیقاً چیکار می‌تونی بکنی که از این مشکل جلوگیری کنی و باعث بشه که رفع بشه؟ باید بگم که هیچ کاری نمی‌تونی بکنی. خیلی از تبلیغات‌ها دارن سعی می‌کنن بهتون بگن که اگه سوار ماشینتون نشید، اگه تک سرنشین نرید این ور اون ور و ماشین برقی سوار بشید یا حتی مثلا خیلی کارهای دیگر بکنید، می‌تونید تاثیرگذار باشید تو اینکه گرمایش جهانی رو جلوشو بگیرید. ولی مشکل اصلی اینجاست که تأثیری که شما توی این گرمایش دارید تقریبا نزدیک صفره. مشکل اینجاست که بیشتر از 70% از آلودگی کل جهان رو شرکت‌های نفتی، فولاد و هواپیمایی تولید می‌کنن و فقط 20% این آلودگی به خاطر حمل و نقله که از اون 20% هم حدود 25% حمل و نقل باری سنگین مثل تریلی‌ها و کامیون‌های بین‌المللی ان. حدود 15% هم هواپیماهای مسافربری و باری ان. حدود 10% این آلودگی هم متعلق به کشتی‌هاست و کمتر از 2% هم به خاطر قطارها و متروهاست. یعنی نهایتاً 40% این آلودگی شامل خودروهای شخصی میشه. یعنی 40% از یه 20% دیگه. و اگه شما امروز با ماشین برید این ور اون ور یا نرید، هیچ فرقی تو این آلودگی نداره. که مثال بهترش هم دوران کوویده. همونطور که یادتونه وقتی که دوران کووید شروع شد، بیشتر پروازها کنسل شدن، خیابونا همه قرنطینه شدن و بیشتر جاها هم تعطیل شدن و مردم این ور اون ور نمیرفتن و کلا حمل و نقل خیلی زیاد کاهش پیدا کرد. ولی با این حال هیچ تأثیری تو این آلودگی نداریم. ولی یه راه هستش که ممکنه ما رو از این وضعیت نجات بده. عصر یخبندان. آخرین عصر یخبندان بزرگ زمین حدود 20000 سال پیش رخ داد که تو اون زمان بیشتر شمال اروپا، کانادا و روسیه زیر 2 تا 3 کیلومتر یخ دفن شده بودن. سطح دریا حدود 120 متر پایین‌تر از الان بود و ایران بخش زیادش خشک و سرد شده بود و مثلا فلات ایران شبیه یک کویر یخزده بادی بود و میانگین دمای جهانی هم حدود 6 تا 8 درجه کمتر از الان بود. اروپا تقریبا غیر قابل سکونت بود و نصف قاره پر از یخ بودن. و اگه فکر کنید 8% کمه، به این فکر کنید که الان فقط 1.2% گرمایش بیشتر شده و به همچین وضعی دچار شدیم. پس اون 8 درجه کاهش یعنی اینکه دنیا رسما به یک یخچال گول‌پیکر تبدیل شده بوده. حالا چرا عصر یخبندان شروع شد؟ ترکیبی از چند تا عامل بودن که باعثش شدن. چیزی که بهش میگن چرخه‌های میلانکوویچ. 1. تغییر مدار زمین. 2. تغییر زاویه محور زمین و 3. نوسان محور. این تغییرات باعث میشن که میزان نوری که خورشید به نیمکره ها میتابونه کم و زیاد بشه و وقتی که تابستون‌های نیمکره شمالی سردتر از حد معمول بشن، برف سال قبل کامل آب نمیشه و یخ جمع میشه و نور کمتری جذب میشه. زمین بیشتر خنک میشه و این چرخه خودش رو تقویت میکنه و در نهایت حدود 11000 سال پیش مدار زمین دوباره عوض میشه و نور خورشید یکم بیشتر به نیمکره شمالی میتابه. یخها شروع به ذوب شدن میکنن و با ذوبشون مقدار زیادی کربن دی اکسید و متان از خاک و اقیانوس آزاد میشن. این گازها زمین بیشتر گرم میکنن و به یه اثر دومینو میرسیم. یخ ذوب میشه، گازها آزاد میشن، هوا گرمتر میشه و یخ بیشتری ذوب میشه و عصر یخبندان تموم میشه. زمین تو طول عمرش دست کم 5 بار عصر یخبندان رو تجربه میکنه و بین هر عصر یخبندان هم دوره‌های گرم به وجود می اومده، مثل الان که تو بین یخبندان هستیم. اما تفاوتش اینه که این بار گرمایش خیلی سریع‌تره، چون انسان‌ها دارن توی چند قرن کاری میکنن که طبیعت توی چند هزار سال میکرد و ما با مقدار کربن دی اکسیدی که تولید کردیم جلوی عصر یخبندان بعدی رو گرفتیم. تحقیقات نشون میده حتی انتشار نسبتاً متوسط انسانی کربن دی اکسید میتونه آغاز یخبندان بعدی رو تا ده‌ها یا صدها هزار سال عقب بندازه. یعنی سطح کربن فعلی و آینده عملاً شانس طبیعی شروع شدن یخچال بزرگ رو از بین برده. برای معکوس کردن این وضع باید کربن دی اکسید رو به صورت بسیار سریع و عظیم از جو حذف کنیم، چیزی که فعلا فنی و اقتصادی و سیاسی نیست. حالا ما نمیتونیم عصر یخبندان رو شروع کنیم، ولی یه کاری هست که میتونیم یه چیز شبیهش رو به وجود بیاریم. ذرات ریز سولفات رو توی بالای جو پخش کنیم تا بخشی از نور خورشید برگرده و زمین خنک‌تر بشه. مثال طبیعیش هم فوران آتش‌نشان پیناتوبوه. تو سال 1991 این آتشفشان باعث شد که زمین حدود نیم درجه سانتیگراد سردتر بشه و این کار موقتی و کوچیک میتونه چند دهم درجه زمین رو خنک کنه. البته باید بگم که نمیتونه کل زمین رو 6 تا 8 درجه سرد کنه تا مثلا یخبندان رخ بده. برای یخبندان باید کاهش دما رو چندین درجه برای هزاران سال ادامه پیدا کنه، چیزی که سولفات نمیتونه ایجاد کنه. و ما هم واقعا یخبندان نمیخوایم، همین که خنک‌تر بشه واسه ما کافیه. با اینکه این کارو میتونیم انجام بدیم و دمای زمین رو خنک‌تر کنیم، یه مشکلی هست. این سولفاتایی که توی جو پخش میکنیم با بارون روی سر خودمون برمیگردن که باعث بارش اسیدی میشن. خیلی هم خطرناکه و به گیاها و خاک‌ها آسیب میزنه.
از طرف دیگه هم باعث تغییر الگوی بارش میشه. ممکنه یه جا خشکسالی بشه و یه جا سیل بیاد. اثرش هم موقت و اگه به هر دلیلی ادامش ندیم دما خیلی یهویی بالا میره که خیلی خطرناکه. در کلیت ماجرا باید بهتون میگم که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. شاید بهترین راه حل برای حل این مشکل حذف انسان‌ها از روی کره زمین باشه. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی